کاناپه گردی نکنید. این بدترین توصیه مسافرتی بود که تا به حال دریافت کردم و امروز می‌خواهم به شما بگویم که چرا اینطور است. کوچ‌سرفینگ یک پلتفرم تبادل فرهنگی است و من در کشورهای مختلف از آن زیاد استفاده کردم و پلتفرمی است که می‌توانید در آن با مردم محلی اقامت کنید. یک شب در خانه آنها هستم و همچنین می‌توانید با استفاده از ویژگی پاتوق آنها با مردم محلی ملاقات کنید و متأسفانه بارها به من هشدار داده شده است که این یک برنامه ارتباط از راه دور است. ممکن است کشته شوم. اینکه ماندن در خانه یک غریبه بدون پرداخت پول عجیب است و آنها حتما در عوض چیزی می‌خواهند. اما اگر از کوچ‌سرفینگ به درستی استفاده کنید این حرف به دور از واقعیت است. من مهمان یک خانواده در اسپانیا بودم و ظرف 24 ساعت آنها از من دعوت کردند تا به تعطیلات کاروانی آنها در کورود باریوس بپیوندم. من قبلا هم میزبان یک مسافر سیار بودم که با دوچرخه بیش از 50 کیلومتر تا مزرعه گوشت گاو خانواده‌اش رکاب زدیم. بنابراین من سهم نسبتا خوبی از ماجراجویی‌ها را با استفاده از این برنامه داشتم و هرگز احساس ناراحتی نکردم.